ادامه تمرینات بداهه نوازی که دوستان درخواست کرده بودن، ادامه همون ویدیوها رو میریم. ماهور سل، سرکلدون فا دیز هست و اینکه حالا تو ویدیوهای بعدی براتون دستگاه‌های دیگه و اینکه ماهورهای دیگه هم توضیح خواهم داد، مثل ماهور ر، ماهور دو، ماهور فا. ولی غالب همونه. اگر که تمرین داشته باشید بتونید یکی رو خوب بزنید، تکنیک‌های مختلف رو اجرا کنید، طبیعتا خب تو دستگاه دیگه طبق توضیحی که خدمتتون خواهم داد و اینکه فاصله ها رو بتونید درست رعایت کنید، آوازهای دیگه هم میتونید اجرا کنید. ادامه همون رو میرم. تو ویدیو قبلی هم عرض کردم این ویدیو مخصوص اون دسته از عزیزانی که ردیف استاد صبا رو زدن، حالا میخوان یه بداهه نوازی ساده‌ای رو داشته باشن و بتونن اجرا کنن. از سیم اول شروع میکنیم. یه بار گامش رو دوباره بزنیم مثل همه ویدیوها. فا دیز، لا، سی، دو بکار، سل به فا بچسبه، برمیگردیم. آرپژ سل رو اجرا کردم. آرپژ سل، سل، سی، ر، سل، سی، ر، سل، فا، سل. فا، سل، لا، سل، فا، می، ره. میتونین همه رو با یه آرشه بزنین تا اینجا، تا می، ره بشه یه آرشه دیگه. یعنی فا، سل، لا، سل، فا، می با یه آرشه، ره، آرشه چپ، یا آرشای جدا. ولی اینه که زدین میتونید تکنیک دیگه بهش اضافه کنین، یعنی روی لا یه دونه گلیساندو هم بدین. فا، سل، لا، از لا انگشت رو از روی سل میکشیم میره جلو، لا دوباره برمیگره، فا، سل، لا، سل، فا. فکر کنین خواننده میخونه دا را 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 را. سی، دو، می، از دو به می گلیس داریم، یعنی هم میتونیم با انگشت چهارم بکشین، یعنی سی، دو، می، سی، دو، می. هم میتونیم دومه رو بکشین تو پوزیشن، سی، دو، می، ره، سی، لا، سی، ره، دوباره گلیساندو، ره، دو، لا، لا، فا، ره، فا، لا. سی رو سی، ویبره زیاد، سی، لا، 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 دو، سی، لا، سل، فا، سل. سل، فا، سل، لا، سی، دو، ره. همش با یه آرشه یا آرشه های جدا، یا همش با یه آرشه. دو، سی، ره. فقط دو، سی، ره صدا از پایین میاد بالا، از پیانو فورته. دو، سی، ره، دو، سی، ره، کرشاندو. دو، ره، می، تکیه، ره، می، ره، دو، ره، دو، سی، لا، سی، لا، سی، لا، سی. سی رو اینجا کارو میکنیم، لا، سی، لا، سی، لا، سی، لا، سی، لا، سل. دوباره همون سل، فا، سل، لا، سی، دو، ره. سی، دو، ره، سی، دو، ره، سی، دو، ره، سی، دو، ره. پایین می، دو، بالا جوابش می، دو. اینو هر چند بار بخوام اینو تکرار کنید. همه اینا عرض کردم خدمتتون که سلیقه‌ای هست توی آوازا هم که میزدم. عرض کردم بعد از اینکه هر گوشه رو زدید میتونید کتابو ببندید، اون چیزی که برداشت خودتون هست تا اونجایی که از قالب اون گوشه و آواز یا دستگاه خارج نشه میتونید تغییراتش اعمال کنید. ولی همه اینا سلیقه‌ای، میتونید هر چند بار که دوست دارین تکرار کنید. لا، سی، دو، سی، لا، دو، ره، سی، ره، سی، ره، سی. sol la si la sol si la sol si la sol si.
دو لا بالا لا لا فا فا ره ره لا دو سی لا سول فا سول می فا سول فا سول. دو سی لا یا جدا یا با هم یا با هم می فا سول فا سول. می ره می فا می فا سول فا سول میشه سول فا سول لا سول لا فا. دوبل سیم چهارم بیاد فا می فا سول فا سول. میتونی همین که می هست تیم اول باش بکنیم، انگشت رو بر نمیداریم. ره می فا می فا سول فا سول لا سول لا فا. رو همشون ویبره سول لا فا سول. از اینجا سول لا سی دو ره می فا سول لا سی دو ره می فا سول. یه دونه گام سول رفتش رو اجرا کردم. حالا میتونید آرشای جدا بزنیم یا با هم. دونه دونه نوتا کم میشه. سولا فا سول. هر دو تا نوتاشو میتونیم توی آرشه بذاریم. سولا فا سول می فا ره می دو ره سی دو لا سی سولا فا سول می فا ره می دو ره سی دو لا سی سولا سول. میتونید هر 8 تا نوتاشو بذارین داخل یک آرشه. آرشه ها هم باز سلیقه‌ایه. می ره می فا می فا سول لا فا سول ره می فا سول فا سول. ره ره سی می می دو فا فا ره سول سول می لا لا فا سول. فا سول لا فا سول لا فا سول لا فا سول لا فا سول. از سول آرشه رو میکشیم تا سول انگشت دوم رو سیم اول. سول فا می ره دو سی لا سول فا سول فا سول. 4-0 همون 4-0 که زدین صدای فرعی میری جلوه. ره سول. توی همه ویدیو عرض کردم، تو این ویدیو هم میگم. معنا به خواسته دوستان ما این ویدیو رو تهیه میکنیم. هدف خدمت و کمک کوچیکی به اون دسته از عزیزانی هست که دسترسی به معلم و کلاس ندارن، وگرنه هیچ گونه ادعایی پشت هیچ گونه از این فیلم ها نیست. فقط امیدوارم که تونسته باشیم خدمت کوچیک و کمک کوچیکی به شما عزیزان کرده باشیم. اگر که سوال ایرادی بود با شماره تلفن اول ویدیو یا با موبایل خودم 912 218 61 97 تماس بگیرید. با کمال میل در خدمت شما خواهم بود.